چکی بخوری من معرفو دختری همسایه دلم را مایه خوبی داغه باشی که یخو چه جوشتنی؟ دنی عبا جانجو رو بخیری؟ شکر رفیق چی الاول داری تیشه که بر مادر تو پیار تو سر آورده زاد و ولد همگی خوبی؟ شکر خوبم تو خوبی؟ شکر پای با چای سرزمین ها دیگه گیلاس نداری؟ گوسپندانی رفیق امیه باشی میل بخورم بابا نوبت با تو هم یک پیاله بخور خوب گوسپندار آوردی ها؟ کجی چو؟ کجا بخیر کجا میری چی خبرها؟ این سرگردانی برای بعد این کارا عرصی اینا یعنی تکه جو یک دم بازاریم یک دمی بر یک دمو بر مدو دیگه بمرد کارا عروسی چکا کنیم کجی بخیر بشه عبا چو بخیر بشه رفیق زنده بشه دست ما چی کار خدمت برمیایه؟ هیچ دیگه فعلا کار چیزی نه که بکنین که یک کم تو کارا کردن نمیتونی خیر بینی با بخیر بررسی اگه تو خبر کردم اگه کار چیزی بود دست کمک بشو یعنی خبرم بکنی من وقت ندارم برار بیام خیلی مشغولم خیلی دیگه بگذاریم فعلا از دیگه پا که جو همی زمین کار بمونده بفهمیدی گورونیشه ما بیام آدم بعد همون گوا اگه بیکارم بده دستم که برم این زمین ها گورونم با پس میارم گوار می؟ خوش دالی نمیمیدی عبا چرا؟ پیار منی رفیق پیار تو نیه؟ نه خب باید دیگه پینیه پیار تو کمال میشه بیگونه کنیم خب میفهم بازم گفتن یادم بگه خوبه خوشی میبری نا زنگ بزن زنگ بزن یا بیتره تو بازم اجازه بیتر بگه عباس بعدم گوا آمده خاطر گورونی میکنه هم خلاص شو بگو میاره در سرش موقع چند کار خودی؟ دو روزی بیشتر کار داره یک روزی میشه دیگه دو روز نمیده سوا یک روز میشه الو بابا میشنوی بابا عباس آمده بابا به پیش من میگه کندی گورینی نمی گو کنده و همه گو کنده و همه خیرت پیرتا داشخالار مایه که بر همی زمین خود گورونه بابا بودم یا ندوم ولی یک روز بگو میگه بری یک روز ما بودم خوبه بری و میگم که اوش کنه عباس سکو بابا من میگم اوش کنه او رو نیرولم بیا میده بگو ما بوده بود همی کنده گورونی بخوده به پا گو ما پای نرم شده بود عباس که میبونه اوش کنه بابا بو گفتم خوبه بری و میگم عباس بابا من میگم بفهمیدی خلاص ما خود ما گورونی میکنم دیگه ما یاد ندارم دل جمع باشیم بگو میگه دل جمع باشیم و دل جمع باشیم مامان روز خوبیم بخیرین مامان روز دل جمع باشیم با خود ما گورونی میکنم یک خوشی و پا گوش شما نمیخواید تا نه ترسین دیگه شما نه دل جمع باشین خیلی بریم مامان روز بدی برو جو گوشی من خلاص میشه خوبه بابا خوبه میدون خدا حافظ خیلی که جیری دست تو دارن این درد نکنه کنده با کجایی؟ کندی گورونی کندی گورونی برو جو بم سر زمین قدیشته برو اونو برده بریم همون جیوه با خیلی که جیبا میارم خوبه خدا فعلا خداحافظ خوبه اوش کنی گوه ما با نرم نووری نشه جمع باش که جو دیگه دستی که جو گواه با کجایه؟ با چو سکو رفیق بم در سرا ما قراری کرده گواه بم جو خور بستیه برو رفیق جو واکن باش با کنده بردم تو میره با گواه رو ما بکنی خیلی بینی برو بخیر بچی از دورو میبینم چیاسه به پلویت نمیشینم چیاسه دیشتنی جانجا نباید چجور خیلیته یه علفار کجا این بودی؟ علفار برای اینا کجا این بودی؟ با گساله گیلی چه کار میکنی؟ هیچی دیگه گسالگه خود جمع میکنم انا بلا 10 تا مرغ دریدم 10 تا؟ اول مرغ داری ما میکنی؟ نه به سهرا میبرو جمع میکنم کلان میشینه و جوجه میکنه بعض جوجه تخمرغ داره مرغا تخمرغی و خروسیه خوبه گیل اگه از اون بیکری هم بیتره گیل جو یا خدمت رو ما بکن چه کار کنم؟ خیلی دستم تو گیره گیل جو میفهمی که می عروسی به دست دوه
بعد می کارایی برابر میگردیم به خیر خوشی روز عروسی تو 100% عروسی خبر میکنم. ما ننه تو ننه تو میت کارت شخصی و تو میارم. دیگه چی میگی؟ خوبه. ما که اطفال هم نداریم. نه بدون اطفال دیگه. یک کاری کن. کار کنم. بیا قراره که دیگه میاله فرق بوردی پیش گوساله خوبندا. قراره که دیگه بیا به سر زمینا ما همونجا گواه است می زمینا کامل گرونه خاطر ما بیکار نمیشم. صحیحه؟ میای گیلک؟ خداحافظ برام. چرا من به خاطر یک کاسه شوروا یا کاسه برنج نبیام تو گرونی کنم. کله خرا خود تو که مرا بگذار که گپ زنم. بگو. چاش به تو نون هم میارم، دوغ هم میارم، چای هم میارم، یک پینجه نمایشون به دستتون میدم. دیگه چی می تو؟ پینجه؟ اشتنه میرم. من میرم. و شرط گیلک که گرونه که ساعتری به ما نکنی به سر زمینا. نه دلجان باش. کی زمینا پر چند جریبه؟ 2 جریب میشه. 2 جریب. جریب چند نمیدی؟ تیبه کامل جریب چند نمیدی؟ گله جسه که تو جریب 5 به تو میدم بسه. بسه. آره که دیگه بیا گرونش به شرط گیلک صادق کار بشی. خلاص. من یک 5 یال میده 5 دیگه که هر دم 2 جریب خلاص تو 5 جریب خلاص باشه. آره ای داره بیه. ای 20 روپیه. ای 30 روپیه. ای 40 روپیه. یعنی یک ماه خرج تو نمیشه. یک چیزی نداره. زمینا گرونک ببخشید. شیرینی گو. امید شیرینی گو از ما نیه. دستی گو نداره که بگیر پلاخو. گیلک گفتم گو کجی نو بیاوردم. جفکه بیاردم سر زمین آوردم. از بوسنم گفتم گرونی دارم قضیه که دیت بیارم جو گرونه. سیا باش. برو. چشم. برو باشه. کی بیان دیگه؟ باشه الافال پیش گوساله. پیش گوساله وقتی بیا شروع کن دیگه. چشم. خوبه برو. با چشمتون هم میارم دیگه. بیام دم باغچه شما. نه ما میارم به سر تعطیل نکنی دیگه. خوبه. گرون کمونه بعد کن زودتر خلاص شه. باشه چشم. خیلی گیل جدا است تو زنده بشی برو. به خدا هنی خیر بینی عباس. پول بداد کرده همه بند باشه. چند تا دعی بترسی باش برو. او دیگه 3 شده. تو صبر کن اشتباه نشه. 1 2 3 4 خب 5 تا دعی. اینا رو برای خوب اینو بگو ناله بگیرن بابا خود قدیفی بخیری با زمستون یا کوشه یا کورتی میرن گو میرن من بلا زده گردن هم بند باشه نیه کنده گورنه من لازم یا خراتی او بر بکشی یا خراتی با سر عباس عدبی خیلی چرب میکنه بگیری میرم بخون بگو من عباس او برای عریسی برار خونه او به سالا نمیه گواهی رفت اکجیر بخیالون گفت اگیستوندن گواه کجیر رو میبرن 10 سالا یلا میدون. با کدولت میری تو برو باش. هستی؟ گیلک مونده نباشی. دار باشی یک دفعه که بگفتی بودم گفتم هستی که گفتم مونده نباشی حاله میگم مونده نباشی برو رشتنی دار باشی نگاه چی کنی خیلی اتاول خوبه تیار هستی یارتی گورونی داری ها؟ عباس خودت چه کار میکنه که زمینا رو تو گورونی؟ من چه عریسی برار اینه کینه که میگه برای عریسی ها خونم راست میگه مجلس دارم میروزم چی گپایه؟ خیلی براتون دارم سرا شما را گیلک جو خوب و نانه تو گفتم گیلک کجای گفت خودی عباس اینا کار میکنه اینا چی رقم گوی میرونی بدی؟ چی؟ جریب چنده میده به تو؟ 5 روپیه چنده؟ جریب 5 روپیه
برای ساده به خاطر که چیزی نمیگه پینجر به خیلیه این مگار مال به تو بیشتر میداد برار خور بگردم یلا کو رادی تا کارار برار خوب بگردم ما براتون دام سر کو برین نانی تو بگو ما امروز پوخه کشی داره ما به تو یک سدی نوی میدم که از پینجایی هم بالاتر این گورنی چی به دردم تو باشم تو شال شهید میکنه مرا راحت کار کنی چونه به تو میمونه نه دست میمونه نه کمر نیم پینجر بدن دست نانه خونانی من رزی بیدا گفت برو به خیر بری نانه ما یک سدی به تو میدم خود چاش تا میده خرج من البته من تو رو گوشونه بخونی تو رای میکنم برو خوب بگردم چی میدی چاش ما هم خرج تو رو میدم یک عباس برات مفت میگرده لالا از صبح تا به شما مال کارگر رو چند کار میکنه و تو پینجر اینا گوسالا این گوا کجی رو آورده میشناسم اینا به دست من بود اگر اینا چیزه اینا چیزه چی میگن اینا گوساله نمیفهمم انا اینا کش میکنن خور ایبر میرم مرا ورق بچخته بر کجا بریم سر کار ما بریم یلا کرات کار ازی به دردتون نمیخوره بیا که بریم باشه سکو ما به نانی تو بگفتم که تگورو گیلک اگه میرفت خود خوبه برو گیلک جو سر ما بگم گوا البته شما گوا هم نیم گوساله ایم همینجا که هستیم تکون نمیخوریم اگر عباس ایانن هماد انا نگین که نیلیلا ببرده اینا ایر ببرده به تو کشی گیلک اینا نمیفهمه گوش کاسما به تو یا مال از تو مالوش گوش کاسما به تو چی میگم مامان نوروز تو نمیشناسی که اشتا آدمیه یک روز گوا از بیا آوردم پیش مامو پای نابو خال مقال باسمن بود ما که آدم کاسبی ما پیش ما بخورد دیگه آیا که تو آدم نشی پیش تو پا از اینا نمیخوره به جنجال میفته که خودتون بیا که بریم یلا رادیو با عباس بیا یک کس بیا که بریم میلای نقد میدم به دست تو هم سر کار چه خوب شد مامان روز بدینم مامان روز سلام علیکم شده یا راست خیر سلامت چی پای شکر خوشحاله مامان روز خوب شد شما بدیدم هم یک دو ساعت همی گواه شما به کار دارم این جفته هم یک پاس زمین همی گورونم که ما به کار مامان من فهمیدم از آنمی گواه به خود خرید یا به مردم چرا مامان روز من تا جونگاه دارم که نو جوری کردم بفهمیدی؟ بله یعنی یک ساعت اینا فارغ نیه مامان روز حال خاطر بعد وقتا ما به شما میگم این جفته خوب بدیم حال با بونه به پیش میاره که اینا رو ما به خود خرید یا با مردم همین چند رو پیشتر گور بدون دست نورالله پای تیش داده بیکویا با به شهر رفتم نیم ساعت جلویتر بچنم زنگ زد که عباس میانده برد گواه گواه هم عباس برده حالا چه کار کنم؟ یعنی عباس اگه گورینی خود خلاص که با ما برم بستونم از اون بفهمیدی اگه خلاص کرد برو بستونم سه گفت بینیم اما متوجه گواه باشن دیگه من میفهمم روز ما پخته ازال کنیم تشکر با گواه که خلاص شد بیانو در سر بیارم سه مامان روز خیر بینیم تشکر 2 ساعت بیشتر کار ندارم